این داستان بر اساس واقعیت می باشد. برای حفظ حریم شخصی از اسامی مستعار استفاده شده. سلام دوستان، به رادیو شب خوش آمدین. از وقتی که نوجوان بودم و هنوز خیلی سنی نداشتم، اونم به خاطر خواهر بزرگترم بود. خواهرم روزیتا 5 سال از من بزرگتر بود. زمانی که من تازه 15 سالم شده بود، اون یه دختر 20 ساله و دانشجو بود که با پسرای زیادی ارتباط داشت. چون که مامان اجازه نمیداد روزی تنها بره بیرون، معمولاً منو هم با خودش میبرد بیرون. از همون موقع‌ها بود که من رابطه بین دختر و پسر رو دیدم و برای همین وقتی که 16-17 ساله شده بودم، با پسرای زیادی در ارتباط بودم. گاهی حتی چند نفر همزمان بهم پیام میدادن. روزیتا وقتی فهمید خیلی با هم بحث و دعوا کرد، اما منم کارای خودشو به روی خودش آوردم. گفتم چرا فکر کردی وقتی که خودت جلوی من این کارا رو کردی الان میتونی به من چیزی بگی؟ روزیتا انگار شنیدن همچین حرفایی از طرف من براش سخت بود. بعد از اون یکم ارتباطمون با هم بد شد، اما همین بود که به مرور من و روزیتا با هم آشتی کردیم و دیگه 2 نفره میرفتیم سر قرار. اون با دوست پسر خودش، منم با دوست پسر خودم، در حالی که مامان فکر میکرد ما دوتا با هم دیگه رفتیم بیرون و پیش دوستامونیم. اون موقع خوب و بد این موضوع هنوز برام مشخص نشده بود. من چیزی رو دیده بودم و داشتم همون کارو با زندگیم میکردم. وقتی که تازه 23 سال و 4 سالم شده بود، انقدر درگیر این نوع ارتباطات شده بودم که با هر مدل مرد، از پسر نوجوان گرفته تا مرد 40 ساله زندار و مجرد، همه جوره. برام فرق نمیکرد که طرف چی باشه و مثل یه عادت شده بود برام اینکه یه نفر دائمی بهم زنگ بزنه و بهم ابراز علاقه کنه. اما خودم زیادی بهشون علاقه من نمیشدم. به 1-2 نفری که اون بچگی باشون دوست شده بودم احساس داشتم، اما بعد از اینکه دلمو شکوندن و بهم خیانت کردن، منم به هیچ کس دلمو ندادم. همه مردا برام سرگرمی شده بودن، سرگرمیایی که اگه نبودن کمبودی درونم احساس میشد. اگه وجودشونم هیچ موقع برای من سود نداشت. اون موقع انقدر پسر و مردا برام پول خرج میکردن که اصلا به فکر اینکه باید خودم سر کار باشم یا درس بخونم و مدرک داشته باشم نبودم. فکر میکردم تا وقتی اینا هستن رها بودن و آزادی چه مشکلی داره. اما روزیتا ازدواج کرد، دست از این کاراش کشید. وقتی که روزیتا ازدواج کرد فهمیدم باید یه روزی منم بیخیال این چیزا بشم، برای خودم زندگی درست کنم. تا آخر عمر نمیتونم یه روز با این پسر باشم یه روز با اون پسر باشم. باید برای خودم یه زندگی میساختم، بیخیال این کارو میشدم. تا این کارا هیچی جز عذاب نبود و من اینو فهمیده بودم. برای همینم یکی از مردا که رئیس بانک بود و راضی کردم که داخل بانک بهم کار بده و اونم قبول کرد. رئیس بانک شهرام بود، مرد 40 ساله که نه زن داشت نه تا حالا ازدواج کرده بود. تمام عمرش کار کرده بود و انقدر پولدار بود که حد نداشت. اگه سنش مناسب تر بود شاید حتی با خودش ازدواج میکردم، چون خیلی میخواستم و برام له له میزد. همه جوره منو میخواست، اما نمیتونستم ازدواجی ببینمش، چون میدونستم اگه بیاد جلو هم به خاطر اختلاف سنی زیادی که داریم هیچ جوره خانواده‌ام قبول نمیکنن. برای همین راضیش کرده بودم به اینکه گاهی با هم حرف بزنیم و اینکه به عنوان یه دوست نگام کنه براش کافی باشه. اونم برای اینکه منو از دست نده راضی شده بود که دوستانه پیش بریم. چند وقتی بود که توی بانک کار میکردم، تونسته بودم کم کم خودم رو جمع و جور کنم. یه ماشین خریده بودم، داشتم مثل آدم زندگی میکردم. دور پسر رو خط کشیده بودم، با کسی ارتباط نداشتم. حتی خود شهرامم بیخیال شده بود، دیگه زیاد دور و برم نمیچرخید. به حال خودم گذاشته بود منو. البته این رها شدن از دست شهرام داستان داشت، خیلی اذیتم کرده تا بیخیالم شد. اما از طرفی چون که کم معلش کرده بودم دیگه کارم را نمینداخت. خبری از واما و سودایی که قبلا دریافت می‌کردم نبود. من چون خیلی چیزی کم نداشتم مشکلی با این قضیه نداشتم، تا اینکه بعد از 1-2 سالی که از اون پسری که قبلا باشه ارتباط داشتم دوباره بهم زنگ زد و باهم ارتباط گرفت. پسر خوبی بود. همون موقع که باهاش بودم میدونستم این با بقیه فرق میکنه. خیلی ساده بود، خیلی اهل زبون بازی و ندادن به دخترها نبود. من اونقدر مرد دیده بودم که با نگاه اول میتونستم بگم طرف چه آدمی و این از اون قماش آدمی نبود که بخواد بقیه رو اذیت کنه. اتفاقا خیلی آدم خوب و ساده‌ای بود. بودم باهاش اون زمان منو خیلی خوشحال میکرد، تا اینکه فهمیدم قصدش جدیه. اون موقع منم دنبال قصد جدی و ازدواج نبودم، ارتباطمو باهاش قطع کردم. حالا بعد از چند سال به من پیام داده بود و میگفت احساساتش نسبت به من تغییری نکرده، حتی بیشترم شده. برای اینکه مطمئن باشم دروغ نمیگه و دنبال رابطه چند روزه نیست که دوباره بخواد به هم بخوره و بره، یه چند مدتی امتحانش کردم. واقعا امیر اهل زندگی بود، اونقدر به من توجه میکرد و اهمیت میداد که حد نداشت. اونم در قبال هیچی، هیچ توقعی نداشت. توی مدتی که باهاش بودم حتی یه بارم باهاش تنها نشده بودم از اون لحاظ. اما اینکه هر روز منو
اون ببره بیرون شام و یا کادوهای خوب بگیره و جوری بهم ابراز علاقه کنه که انگار روی زمین جز من هیچ کسی دیگه براش مهم نیست، باعث شده بود که به حرفش ایمان بیارم، بهم ثابت بشه که امیر واقعا منو دوست داشت. زمانی که به این موضوع مطمئن شدم که امیر برای مسئله کاری رفته بود یه شهر دیگه و دقیقاً روزی که رفته بود فرداش پروژه داشت، من مریض شدم. انقدر حالم بد بود که رفتم درمانگاه و همین خبر رو به امیر دادم. امیر وقتی فهمیده بود همون موقع حرکت کرده بود و 5 ساعت بعدش دمدمای صبح رسیده بود به شهر خودمون. وقتی فهمیدم به خاطر من قید کارش رو زده و اون موقع شب داخل جاده انداخته اومده تا اینجا، واقعا شوکه شدم. تا حالا با هر پسری که بودم انقدر علاقه خالصانه ندیده بودم. برای همین اونجا بود که فهمیدم امیر واقعا راست میگه و میتونم بهش اعتماد کنم. برای همین با خانواده آشناش کردم. اونم اومد جلو برای خواستگاری و مراسم خواستگاری و نامزدی. حتی ازدواجمون بدون کوچکترین حاشیه‌ای برگزار شد. من و امیر خیلی زود ازدواج کردیم. امیر از همه لحاظ خوب بود. منی که قبلا روزی با چند نفر میرفتم بیرون جوری شده بود که دیگه دلم نمیخواست به جز امیر با کسی دیگه حتی سلام کنم. احساس میکردم بهش وابسته شدم و این برای منی که خیلی مدت میشد حسی به کسی نداشتم خیلی خوشایند بود. واقعا ممنون بودم که همچین حسی و درون من به وجود آورده بود و اونقدر احساس سرزندگی و خوشبخت بودن میکردم که دلم میخواست مادر بشم. حس میکردم میتونم مادر یه بچه باشم و بهش محبت کنم. من از کارهای قدیمیم دست کشیده بودم، آدم شده بودم. حالا خودم رو لایق میدیدم. شاید قبلا نسبت به خودم حسی نداشتم، اما وقتی که عوض شدم همه ی فکر و ذکرم و گذاشتم امیر و خونم. فهمیدم چقدر دوست دارم این حس تعلق داشتم به یه جا و یه نفر. حاضر بودم هر کاری براش بکنم. از اونور امیر خیلی دوست داشت که پدر بشه. بارها و بارها بهم گفته بود که یکی از آرزوهاشو براش اقدام کنیم، اما قبول نکرده بودم. اما واقعا امیر پدر خوبی بود. مرد به این با فکری و مهربونی چجوری میتونست اصلا پدر بدی باشه؟ برای همین تصمیم گرفتم که بهش بگم برای بارداری آمادم. میخواستم که این تصمیم با امیر به طور خاصی بیان کنم، چون میدونستم شنیدن این خبر که منم با این موضوع موافقم و بالاخره میتونه بابا بشه خیلی براش خوشاینده. برای همینم منتظر موندم تا تولد امیر برسه. وقتی که ماه تولد امیر رسید، چند روز قبل اصلی تولدش با خودم نقشه کشیدم که میرم خونه، قبل از اینکه از سر کار بیاد خونه رو آماده میکنم. بعدش وقتی که اومد یه جشن 2 نفره خیلی خوب با هم دیگه میگرفتم و بهش میگفتم که منم برای اینکه بخوایم بچه دار بشیم راضیم. از اونجایی که امیر خیلی مدت بود دنبال این مسئله بود، میدونستم که خیلی میتونه خوشحالش کنه. برای همین خیلی خوشحال بودم که این تصمیمو گرفتم. برنامه‌ش رو چیدم. میخواستم همه چیز به بهترین نحو ممکن پیش بره. اما اون روز اتفاقی افتاد که کل زندگیمو زیر و رو کرد. وقتی عصر اون روز طبق نقشه خودم 2 ساعت زودتر از کار رفتم خونه، دیدم امیر خونه است. معمولا من سر کار بودم و امیر میومد دنبالم و با هم میومدیم خونه، اما این بار میخواستم برم خونه همه شرایط رو اوکی کنم برای سورپرایزم و جشن 2 نفرمون که کاش نمیرفتم. وقتی وارد خونه شدم امیر رو دیدم که حالت طبیعی نداشت. روی میز یه سری سرنگ و وسایل تزریق بود. سریع فهمیدم تزریق کرده. آدمای این مدل زیاد دیده بودم، خیلی داخل جامعه زیاد شده بود. هیچ فایده‌ای نداشت که امیر بخواد انقدر به من دروغ بگه و خودش رو بزنه به در و دیوار. میگفت خیلی وقت نیست شروع کرد و خیلی زود تمومش میکنه و قول میداد که همه چی درست میشه. اما من میدونستم وقتی کسی داخل دام مواد میفته، اونم مواد به این سنگینی، حالا نمیتونه ازش در بیاد. دقیقاً هم چیزی شد که فکرشو میکردم. همه ی حرفاش فقط یه مش حرف الکی و تو خالی بود. از اون روز به بعد وقتی امیر دید من جریانو میدونم، همه چیز بدتر شد. دیگه حتی ازم مخفی نمیکرد، جلوی من مصرف میکرد. به قول خودش از ما یه بار رسیده بود به روزی 2 بار. واقعا یه معتاد به تمام معنا شده بود. خیلی طول نکشید که فهمیدم سر کارش مشکل پیدا کرده. خیلی صحبت کردم باش، اما گوشش بدهکار نبود. مجبوری از بقیه کمک گرفتم، چون نمیتونستم ببینم داره با زندگیش این کارو میکنه. دست روی دست بذارم. برای همین به هر ریسمانی که دست می‌زد چنگ می‌زدم. حتی با برادر خود امیر خواستم باهاش صحبت کنم، ازش بخواد از این کارش دست برداره، اما فایده نداشت. بعد چند بار تلاش، وقتی دید نمیتونه کاری براش بکنه، دیگه تلاشی نکرد. در جریان گذاشتن خانواده‌اش حتی همه چیزو بدتر کرده بود. امیر با من کاملا سر لج افتاده بود. میگفت چون تو گفتی بهشون با من بد شدن. خب من چیکار می‌کردم وقتی که امیر حرف منو گوش نمیداد؟ هر روز زندگی خودش رو نابود و نابودتر می‌کرد. گفتم شاید حرف برادرش رو بخواد گوش بده، اما همچین اتفاقی نیفتاد. حتی با اونم قطع ارتباط کرد. خانواده‌اش خیلی راحت امیر رو گذاشتن کنار، انگار نه انگار که روزی برادرشون و پسرشون بوده. واقعا وقتی کسی اعتیاد پیدا میکنه از چشم همه میفته. من داشتم اینو میدیدم، اما نه تنها از چشم من، بلکه از چشم خانواده‌اش هم افتاده بود.
خیلی سعی کردم کمکش کنم، واقعا تلاشمو کردم. حتی خودم با چند تا مشاور صحبت کردم، اما تنها راهی صحبت کردن خود امیر با مشاورا بود. اما حتی راضی نمیشد که بخواد بیاد با مشاور صحبت کنه، چه برسه به اینکه بخواد خودشو کلا تغییر بده. قضیه حاملگی و بچه دار شدنم کلا گذاشته بودم کنار و قیدشو زده بودم. شاید من آمادگی این رو داشتم که تمام زندگیمو وقت بچه‌م کنم، اما امیر خودشو گم کرده بود. حتی ارزش خودشو زندگی مشترکمون رو نمیدونست، چه برسه به اینکه بچه دار میشدم و اون بچه درگیر این سختی میشد. تا زمانی که امیر ترک نکرده بود و به زندگی نرمال برنگشته بود، هرگز اجازه نمیدادم که بخواد پدر بچه من بشه. خیلی زود زندگیمون از اون چیزی که بودم بیشتر به هم ریخت. امیر از کارش اخراج شد، دیگه حتی کار و باری هم نداشت. از اون طرف ماشینمون خراب بود و هزینه‌های تعمیرش خیلی زیاد شده بود. همه تعمیرگاه‌ها میگفتن فرسوده شده، افتاده توی خرج و درست کردنش فایده نداره، باید بفروشینش، یه ماشین دیگه بگیرید. اما پول می‌خواست و ما هیچ پولی نداشتیم. در واقع امیر نذاشته بود حتی کوچکترین پسندازی برامون بمونه، چه برسه به اینکه اونقدر باشه که بتونیم باهاش ماشینمون رو عوض کنیم. درگیری طولانی مدت اعتیاد امیر هر روز بیشتر میشد. بیپولی و همه این شرایط و فشار سخت باعث شد دوباره سمت شهرام کشیده بشم. من اون زندگی رو با چنگ و دندون درست کرده بودم. از همون اولش هم خیلی از خرج زندگی رو دوش من بود، اما چون که میدیدم امیر تلاشش رو میکنه ناراحت نمیشدم که درآمد من بیشتر از اینه و من بیشتر دارم خرج میکنم. اما الان که میدیدم امیر داره دودش میکنه واقعا اذیت میشدم. دلم نمیخواست سقف روی سرم و ماشین زیر پامو از دست بدم، اونم بعد از اینکه قید همه چی رو زده بودم و از هیچ کس پول نگرفته بودم. خودم زندگیمو راست و ریز کرده بودم. وقتی رفتم سمت شهرم اصلا به قصد اینکه بخوام ازش پولی بکشم نبودم. فقط میخواستم کارم اوکی کنه که بتونم یه وام از بانک بگیرم، خیلی زود برسه دستم و بتونم مشکلمو باهاش حل کنم. میدونستم شهرام اگه بخواد توی چشم به هم زدن کارو ردیف میکنه، برای همین بهش نیاز داشتم. وقتی که رفتم سمتش رو بهش گفتم، اولش قبول کرد، گفت که باشه کمکت میکنم، اما بعدش دیدم که امروز و فردا میکنه. بعد قلق بازیاشو شروع کرده بود. از همون اول شهرام اینجوری بود که در ازای هر کمکی که بهت میکرد چیزی ازت میخواست. و من وقتی با امیر آشنا شدم قید شهرامی که اونقدر برام سود داشت رو هم زدم. حالا دوباره گیرش افتاده بودم. آخرش هم شهرام نیت اصلیش رو بهم گفت که یه روز که رفته بودم پیشش تا دوباره بهم وام بپرسم و صحبت کنم که چرا واممو هیچ کاری نکرده، گفت بیا بریم تو ماشین تا با هم دیگه صحبت کنیم. میدونستم رفتم به ماشین یعنی چی و ازم چه درخواستی داره. قبول کردم، دنبالش رفتم، چاره دیگه ای نداشتم. زندگیم داشت از دستم در میرفت. اگه ماشین از دستم در میرفت بعدش نوبت خونه بود. بعدش احتمالاً همه دارایی آخرشم مجبور میشدم به طلاق گرفتن و برمیگشتم خونه مامانم و همون سبک زندگی که چند سال پیش قیدش رو زده بودم و از سر میگرفتم. این چیزی بود که من اصلا نمیخواستم برام اتفاق بیفته. برای همین اون روز دلمو زدم به دریا و وقتی با شهرام رفتم توی ماشین، سوار ماشینش که شدم، شهرام گفت میدونی که همیشه هر چیزی بهونه‌ای داره و نمیشه که مفت خیلی چیزا رو به دست آورد. درسته که من به تو خیلی آسون میگیرم و به خیلی چیزا از کنار من رسیدی، اما وقتی ازدواج کردی منو خیلی راحت گذاشتی کنار. من ناراحت شدم. فکر نمی‌کنی که باید از دلم در بیاری؟ میدونستم از همون اول که اینو میخواد ازم، همیشه همین بود. برای همین با حرکت سرم تایید کردم. اونم بعدش با دستش گفت که بهتر از اینجا شروع کنی. منظورشو میدونستم. قبلا هم عاشق این مدل بود. نه انگار وقتی جلوش زانو میزدی یا خم میشدی احساس غرور میکرد. همین براش کافی بود. منم اونجا توی ماشین کاری که ازم خواست و انجام دادم. بیشتر از 1 دقیقه هم طول نکشید، چون که از اولم میدونستم شهرام این مدلی رو طول نمیکشه. وقتی راضی شد واممو بهم داد، خیلی خوشحال شدم. فکر میکردم اگه برم به امیر بگم میتونیم ماشین رو عوض کنیم، با بقیه پولی هم کنارش میمونه، شاید بتونیم بریم مسافرت تا شاید متوجه بشه که داره چی رو از دست میده و داره زندگیمون رو خراب میکنه. اما اینجوری نشد. همین وقتی که فهمید وام گرفتم همه پول ازم گرفت. بعدش هم همش رو دود کرد و داد برای موادش. من هر روز جلوی چشمام میدیدم داره تمام سرمایه‌ای که اون همه براش زحمت کشیدم و به باد میده. کاری که من برای شهرام کرده بودم در قبال این وام چیز ساده‌ای نبود و من گذاشته بودمش کنار. این پول مفت و باد آورده نبود. من باید قسط این پول هر ماه میدادم. وام سنگینی هم حساب میشد. دیدن اینکه اینقدر اذیتم میکنه و براش مهم نیست واقعا برام عذاب آور بود. باعث شده بود تمام احساسی که به امیر داشتم خیلی زود رنگ ببازه و دیگه هیچ احساسی بهش نداشته باشم. اونم اصلا متوجه این قضیه نشد. اصلا حتی براش مهم نبود که منو تو چه شرایط سخت و طاقت فرسایی گذاشته. شده بود آدمی که جوار چشمش دیگه هیچی رو نمیدید. منم تصمیم گرفتم دیگه نبینمش، براش مهم نباشم. منم 1 سال تمام بعد از اعتیاد باش راه اومدم. اون چیکار کرده بود؟ اول کارش رو از دست داده بود و زندگی داخل 1000 تا قرض و قوله انداخته بود گردن من. پولی که به 1000 دردسر اوکیش کرده بودم و به دست آورده بودم، برداشت و خیلی راحت دود کرد. حتی براش مهم نبود که من به خاطر اون پول اضافه کاری کنم یا جای کس دیگه ای بایستم. واقعا داشتم خودم رو به همه در و دیوار میکوبیدم که بتونم زندگیمو درست کنم. اما انگار امیر همچین چیزی نمیخواست. من از تلاش تک نفره خسته شده بودم.
برای امیر مهم نبود که حتی من این پول از کجا آوردم و چجوری تونستم انقدر سریع وام به همچین سنگینی و بگیرم و بیاد دستم خیلی زود. فقط خرجش میکرد. وقتی که پول توی دستشم تموم میشد، ماشینی که با زور راه میرفتم میفروخت. کاملا زندگیم یه تار مو بند کرده بود. دیگه هیچی از خودمون نداشتیم. خونم اجاره بود، قسطاش عقب افتاده بود. منم انقدر زیر قسط و قرض رفته بودم که اصلا نمیتونستم به پول اجاره برسم. انگار نمیفهمید که دستی دستی هر چی آرزو داشتیم و هر چی خاطره خوب داشتیم و همه چیز با هم داره خراب میکنه. متوجه کارش نبود. دائم توهم میزد و نشست جلو من میگفت اشکال نداره، ماشینو فروختم. برات بهترینو میخرم. الان این مهمتر بود. وقتی بهش میگفتم منظورت از این چیه، هیچی نمیگفت. آره، منظورش از این پول موادی بود که بهش اعتیاد داشت. به خاطر این مواد لعنتی داشت زندگیمون رو خراب میکرد. از همون موقع بود که دیگه کم کم امیر از دلم زده شده بود. نمیتونستم تک نفره برای زندگی بجنگم که هیچ ارزشی برای امیر نداشت. هر چقدر میخواستم به خاطر احساسم پیش برم، بالاخره یه جایی میفهمیدم که این رابطه پایان خوشی نداره. بیخیال میشدم. احساس میکردم حالا وقتش رسیده که بیخیال شم. امیر که به حرف من و به حرف خانواده‌ش و هیچ کس دیگه ای گوش نکرده بود، خودش رو غرق مواد کرده بود. چجوری میخواست برگرده به روال عادی؟ چجوری آخه؟ خیلی از معتادا رو دیده بودم که تلاش میکنن برای برگشتن به زندگی قبلی و روال عادیشون، اما دوباره دوچارش میشن. اما نکته‌ای که توشون وجود داشت این بود که اونا از ته دل میخواستن ترک کنن. بعد چندین بار تلاش کردن نمیتونستن. اما امیر حتی حاضر نبود تلاش کنه. اینکه بهش میگفتم معتاد و کسی دیگه ای که اعتیاد داره، انگار داشتم بهش فوش میدادم. سری برام گارد میگرفت. میگفت اینجوری نیست که تو فکر میکنی. یه روزم که دعوامون داشت سر همین مسئله شدت میگرفت، طبق معمول همین حرفو زد و میگفت اینی نیست که تو فکر میکنی. این بار عصبانی شدم و نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. هر چی دلگرمی و الکی دادن سرش داد زدم و گفتم چشمای کورتو باز کن و ببین با زندگیمون چیکار کردی احمق. چشماتو باز کن امیر، تو یه معتادی. وقتی بهت مواد نرسه خودتو هم فراموش میکنی. اون وقت دم از چی میزنی برای من؟ یه زندگی رویایی با کسی که نصف روزش رو توی هپروت و نصف دیگه‌ش هم دنباله که چجوری خودش رو به هپروت برسونه. اینجوری نیست که فکر میکنم. اونی که مثل یه معتاد حتی به خاطر پول موادش حاضر شده بود ماشین زیر پاهامونو بفروشه من بودم. اونی که وقتی تزریق میکنه ساعتا به دیوار خیره میشه نمیفهمه کجاست من بودم. اونی که وقتی پول تو جیبش نیست که بره مواد بخره شروع میکنه به فحش و بد و بیرا و داد زدن و وسایل خونه رو شکوندن. اونا منم یا تو. واقعا به جایی رسیده بودم که هیچ جوره دیگه دلم برای امیر نمیسوخت. قیدش رو زدم. میخواستم ازش طلاق بگیرم برم، اما طلاق میگرفتم چیکار میکردم؟ برمیگشتم سر همون زندگی که داشتم و دوباره اون کارو میکردم، یا حتی بدتر با بار اسم مطلقه و سنگینی حرفای مردمم کنار میومدم. نگاهاشون رو روی خودم حس میکردم. این چیزی نبود که من بخوام. باید جوری خودم رو نجات میدادم. من واقعا اوایل دلم میخواست یه زندگی خوب داشته باشم و بتونم با امیر تا آخر عمر خوشحال باشم، حتی بچه دارم بشیم. اما انگار سرنوشت نمیخواست که من همچین زندگی خوب و آرومی داشته باشم. همه تلاشش رو میکرد که این زندگی رو از من بگیره و من تسلیم شده بودم. دیگه نمیخواستم تلاش کنم. تو فکر جدا شدن بودم، اما نه به روش طلاق، بلکه به روش خودم. میخواستم مهاجرت کنم و برم جایی که راحت باشم، انقدر فکر شوهر کردن نباشم، یا اینکه انقدر پسرا نیفتن دنبالم نخوان از من. دلم یه آزادی میخواست، جایی که بتونم خودم باشم و خودم گاهی تفریحاتمو داشته باشم، گاهی خلوت خودمو. دیگه نمیتونستم اشتباه امیر رو تکرار کنم و دوباره برای یکی کلی انرژی و وقت بذارم و نهایتش دوباره ضربه بخورم. وقتی با خودم کنار اومدم که واقعا باید امیر رو بذارم کنار و دیگه هیچ کاری از دستم برنمیاد، به این فکر کردم که از چه راهی میتونم پول خوبی به دست بیارم که بتونم باش مهاجرت کنم. چون تنها چیزی که میتونستم این بود که توی این شهر و کشور دیگه جای من نبود. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. پول درآوردن برای من که یه مدت خیلی زیادی با آدمای خیلی مختلفی ارتباط داشتم آسون بود. بعضیاشون میمردن برای اینکه یه ثانیه صدای منو بشنون. مطمئن بودم اگه بهشون زنگ میزدم و درخواست کنم در قبال هیچی سریع برام کارو انجام میدادن. اما نیازی نبود به خودم سختی بدم و آدمای قدیمی سر بزنم، دنبال درد سر بگردم. وقت شهرام انقدر به دست من بود و از همه سوژه ها بهتر بود. تقریبا میشه گفت یکی از پولدارترین کسایی بود که من تا حالا باش آشنا شده بودم. برای همین رفتم سراغ شهرام. دیگه نمیخواستم کاری که قبلا کرده بودم و ادامه بدم و باش ببرم. واقعا حوصله آویزون شدن یکی از خودم و دائم سر و کله زدم با یکی رو نداشتم. شهرام دقیقاً از اون مدل مردا بود که دیوونت میکرد. اون قدیما با اینکه به پسرای مختلفی دوست میشدم، اما وقتی شهرامو دیدم به دلم مینشست. یه جور زرنگی خاص توی صورتش بود. نمیخواستم برای خودم دردسر درست کنم، اما انقدر اصرار کرد و خودش رو به در و دیوار کوبید که اجازه داد بیام جلو. بام آشنا بشه. به مرور فهمیدم چرا من انقدر حس مرموزی ازش دریافت میکردم. یه رئیس بانک به شدت کثیف بود
که اونقدر اختلاس کرده بود با اینکه 5 سال بود شده بود رئیس شعبه، 4 تا خونه و چند تا ماشین داشت، اما اونقدر کاربلد و کافی بود که اصلا تو دردسر نیافتاده بود. هیچکس از کارش بو نبرده بود. از پولشویی گرفته تا خلافای دیگه هر چی که میشد انجام داد. نسبت به هیچکس احساس ترحم نداشت. حتی اون موقع هم خیلی اذیتم میکرد. خیلی احساس زرنگی میکرد. من با اینکه یکی بخواد از بالا به پایین نگام کنه مشکل داشتم. بعد از اینکه کار برام پیدا کرد ارتباطمو باهاش کمرنگ کردم. اونم بدون درگیری و بحثی. الان که دوباره برگشته بودم سمتش و ازش پول میخواستم، نباید بیگدار به آب میزدم. میذاشتم دوباره منو تو مشتش بگیره. من قلقش رو میدونم و اونم آبروش بود. اگه با آبروش تهدیدش میکردم راضی به هر کاری میشد. از اونجایی که نمیخواستم دوباره شم و دردسر درست کنم تصمیم گرفتم که یه آتو ازش بگیرم. تیری توی تاریکی بود. اگه با هم راه نمیومد نه تنها پولی بهم نمیداد، بلکه کلا نمیتونستم مهاجرت کنم. اصلا دوست نداشتم یکی بخواد مانع رفتنم بشه. برای همین فقط یه بار دیگه باهاش بودم و اون یه بار آخری که باهاش بودم ازش فیلم گرفتم و به عنوان آتو توی گوشی نگه داشتم. وقتی بهش گفتم پول بده درخواستم رو رد کرد. دقیقاً همونجوری که حدسشو میزدم. از این آدم هر چیزی میشد گرفت، حتی جونش، اما پولشو نه. میگفت پول زیادی، در صورتی که من میدونستم برای اون اصلا پول زیادی نیست. فیلمو بهش نشون دادم، گفتم با اینکه بهم پولو میدی یا اینکه فیلمو تو پخش میکنم. واقعا جدی صحبت کردم. زاویه فیلم گرفتنم جوری بود که صورت خودم مشخص نبود. کلا من صحبت نکرده بودم، تمام چیزی که مشخص بود صورت اون با صدای اون بود. با اینکه ترسیده بود اما قبول نکرد. فکر نمیکرد جرأتشو داشته باشم که بخوام فیلمو پخش کنم. اما من آب از سرم گذشته بود. با یه شوهر معتاد که روز به روز داشت داخل اعتیاد خودش دست و پا میزد، جای دیگه‌ای برای برگشت نداشتم. برای رسیدن به خواستم نیاز داشتم که شهرام ازم بترسه. برای همین وقتی دیدم از تهدیدم نمیترسه، تهدیدمو براش عملی کردم. یه چشمه نشون دادم اون فیلمی که داشتن در صورتی که قیافه‌شو پوشونده بودن، صدا رو برداشته بودن، به صورت ناشناس برای تمام کارمندا فرستادم که بعضیاشون حتی همکار خودم هم حساب می‌شدن. روزی که فیلم براشون فرستاده شد، داخل شرکت هیاهویی به پا شد. بعضی حتی اظهار نظر کردن که شهرام یعنی رئیس ممکنه باشه. حتی میگفتن دیگه اینجوری نیست که شهرام بود. از اونجایی که لباس شهرام و خیلی دیگه شبیه به هم بود، دیگه تشخیص دادن سخت بود. اما در نهایت بعد از 1-2 روز همکارا بعد بحث و غیبت نتونستن به نتیجه‌ای برسن و جو اوضاع خوابید. من فقط می‌خواستم به رئیس نشون بدم که اگه بخوام میتونم به صورت ناشناس خیلی راحت این کارا رو بکنم. اونم که دیده بود واقعا قصدم جدی و واقعا این کارو میکنم، بهم میگفت دیوونه شدی و هر چی می‌خوای بهت میدم که دست از سرم برداری. راست میگفت، من دیوونه شده بودم. سالها برای زندگیم تلاش کرده بودم، جونمو گذاشته بودم که شوهرم به سادگی خرابش کرده بود. یکم پشیمونی‌ام از خودم نشون داده بودم. می‌خواستم دیوونه نشده باشم. من الان توی شرایطی بودم که هر کاری ازم برمی اومد، اما بازم قبول نمیکرد. خیلی سریع پول بده. گفت باید صبر کنم تا اوکیش کنه. درسته میخواستم هر چه زودتر برم و دیگه هر روز امیر رو هراسون جلوی چشمام نبینم، اما از اونورم میدونستم اگه زیادی کنم دوباره تحت فشار بذارمش نتیجه خوبی نداره. نمیخواستم این کارو کنم چون که میدونستم مردا رو نباید زیاد عصبی کرد. اگه اونقدر که نباید عصبی میشدن دست به هر کاری میزدن. اینکه بخواد قید آبروشو بزنه که فقط منو بشونه سر چیز خیلی عجیب نبود، مخصوصا اونم برای شهرامی که انقدر خودخواه بود. چون شرایطو میدونستم نمیخواستم زیاد بهش فشار بیارم. گذاشتم به خواست خودش پیش بریم. من منتظر پول بمونم. اون مدت زمانی که میخواست بهش دادم. با اینکه حالم داشت از زندگیم به هم میخورد و هر چه زودتر میخواستم برم، هیچ ایده‌ای نداشتم که وقتی رسیدم به یک کشور خارجی باید چیکار کنم و چه جوری زندگی کنم. اما فکر میکردم بتونم یه کار ساده توی رستوران یا داخل یه مرکز خدمات گیر بیارم، در حد معمولی زندگیمو بکنم. اصلا برام مهم نبود اونجا بتونم ماشین داشته باشم یا نه، اصلا خونه داشته باشم یا نه. فقط میخواستم تنها باشم، یه مدت خودم باشم و خودم دیگه خسته شده بودم. اون از بچگیم که دلمو شکوندن، اونم از روزیتا که خواهرم بود، یهو منو ول کرد و تنهام گذاشت. حالا از امیر، آخرین نفری که عشقو توی قلبم تقدیمش کرده بودم، خسته شده بودم. در جواب تمام احساساتم و آرزوام و تلاشام این بلا سر من اومد. مگه یه آدم چقدر ظرفیت داره؟ خیلی حرفا، خیلی از حدیثا رو شنیدم، منو اذیت میکرد، بهم ضربه میزد، اما هیچی نگفتم. دیگه برام بس بود، دیگه نمیخواستم تحمل کنم. میخواستم هر چه زودتر این قضیه تموم بشه و بتونم آروم بگیرم. طی اون مدتی که شهرام ازم وقت خواسته بود تا پولو بهم بده، روزا مینشستم روی مبل روبروی امیر در حالی که داشت به خودش تزریق میکرد و از خود بی خود میشد نگاه میکردم. خیلی وقتا بلند میشد و میومد دورم میچرخید، میگفت میخوام تو، میبرمت سفر خارجه، میبرمت بهترین جای دنیا، اونجا فدات میشم، زندگیو برات میسازم. خیلی وقتا توی حرفاش به بچه اشاره میکرد، میگفت پسر با بابا وقتی بیاد براش بهتر میشم بهترین بابای دنیا، فقط به من اجازه بده ببین براش چیکار میکنم. همه ی حرفاش از روی سرخوشی مواد بود، وگرنه هر آدم عاقلی میدونست که یه پدر با اعتیاد خیلی شدید، اونم که تزریق، نمیتونه پدر خوبی برای بچه باشه. بچه میآوردم که چی؟
شاید یه روز امیر به خاطر اون مواد توهم بزنه و بعدش بچه‌مونو بکشه، مثل خیلی از خبرایی که داخل اخبار میدیدم و روزنامه‌ها میگفتن. اصلا گیرم که من بچه به دنیا می آورد، چجوری خرجشو میدادم؟ من توی خرج خودم هم مونده بودم. امیر اونقدر از من پول میگرفت که حتی یه دونه کارتم دست خودم نداشتم که بخوام هزینه رفت و آمد خودم رو با ماشین و تاکسی حساب کنم. همه پولم شده بود پولای نقد که داخل کیفم داشتم. دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. انقدر من خسته شده بودم، بریده بودم. هیچ تاثیر روی امیر نداشت. حتی مثل من عصبی هم نبود، بلکه از فشارهای زندگی هیچی حالیش نبود. مواد که بهش میرسید فکر میکرد پادشاه. از رفتار امیر و زندگی که هیچی قرار نبود خوب بشه ناامید بودم. یه مدتی فکر کردم، تصمیم گرفتم برم ترکیه. کشور خیلی گرونی نبود و با پول من اوکی بود. به هر حال خارج از کشورم بودم، اونجا میتونستم خیلی راحت‌تر زندگیمو جمع جور کنم و با فرهنگ خودمونم خیلی سازگارتر بود. نمیخواستم برم یه جای خیلی باز و خیلی عجیب و غریب. فقط میخواستم برم جایی کسی منو نشناسه و کاری به کارم نداشته باشه. همین کافی بود. وقتی شهرام پولو بهم داد افتادم دنبال کارامو. خیلی زود تونستم کار مهاجرتمو انجام بدم. روزهای آخر دیگه اصلا به امیر هیچ حسی نداشتم. اصلا سمتش نمیرفتم. وقتی که داشتم از خونه پدریم پیش خواهرم روزیدا که چند سالی بود ارتباطمون باش کمرنگ کرده بودم، پیش مادرم، پیش پدرم، کسایی که قبلا زیاد تو زندگیم پررنگ نبودن، حالا جوری جدا شدن ازشون برام سخت بود که وقتی میدیدمشون نفسم میگرفت. شرمنده بودم، ناراحت بودم از اینکه با زندگیم این کارو کرده بودم. از اول راه مسیر رو اشتباه رفته بودم، نهایتم ازدواج کرده بودم، به اشتباه انجامش داده بودم. یکم بیشتر صبر نکرده بودم که طرفو بشناسم، جنبه‌شو بسنجم، بدونم دارم با یه مرد زندگی میکنم، نه با یه پسر بچه‌ای که خیلی زود کشیده بودن این سمت مواد و اون نگفته بود، نه خودداری نکرده بود، یه جو از خودش استحکام نشون نداده بود. کاش اینا رو میتونستم درست کنم، کاش میتونستم زمانو به عقب برگردونم، اما دیگه کاری از دستم بر نمیومد. سعی می‌کردم روزهای آخر به جای حسرت خوردن فقط با نگاه کردن به عزیزترین کسان زندگیم بگذرونم، کسایی که شاید بعد از رفتنم دیگه قرار نبود ببینمشون، اونم شاید تا چندین سال دیگه. در نهایت یه روز که امیر مواد کشیده بود، اونقدر توهم زده بود که به سقف زل زده بود، با خودش حرف میزد. بالای سرش وسیله‌مو جمع کردم و می‌خواستم همینجوری رد بشم و برم، اما دلم نیومد. گفتم برای آخرین بار یه یادداشت براش میذارم، بعدش هم برای همیشه از این خونه و شهر و کشور میرم. براش نوشتم نمیدونم کی قراره به خودت بیای، اصلا قراره به خودت بیای یا نه، نمیدونم قراره اعتیادت تو رو بکشه یا یه روزی شکستش میدی، اما بدون من خیلی دوستت داشتم. تو تنها حس واقعی که توی قلبم داشتم و خراب کردی. من دیگه هیچ وقت نمیبخشم تو، برنمیگردم پیشت. هیچ وقت دنبالم نگرد، سعی نکن به زندگیم برگردی. این زندگی که خودت آتیشش زدی و نمیخوام دیگه. خداحافظ برای همیشه. نامه گذاشتم و در خونه رو برای همیشه بسته، بدون اینکه کلیدی همراهم باشه. احساسات بدی اومده بود سراغم، چند بار پشیمون شدم. با خودم فکر کردم اگه برگردم پیش شاید یه تلاش دیگه دوباره جواب بگیرم، اما فهمیدم نه. شاید بشه کسی که خواب رو بیدار کرد، اما کسی که خودش رو زده به خواب قابل بیدار شدن نیست. امیر حسی که مواد بهش میداد خوشش اومده بود. روزی به خودش میومد که دیگه برای همه چی دیر بود و تا گلو توی باتلاق زندگی فرو رفته بود. زندگی پر از امتحانات و سختی‌های مختلف و گاه ممکن اون امتحانات رو درگیر خودشون کنن. من نمیگم خودم خوب بودم، عالی بودم، اما منی که از نوجوانی افتاده بودم توی این کار تونسته بودم خودم رو بکشم بیرون، یه زندگی سالم درست کنم. حقم نبود که امیر دوباره منو وارد این جریانات کنه. بودن شهرام چیزی نبود که من تصمیم گرفته باشم. شرایط و قرض زندگیم برام اینو مقدر کرده بود. فرار کردم چیزی نبود که تصمیم من باشه. خستگی منو مجبور به این کار کرده بود. میدونستم یا خودم رو میکشم یا برای همیشه باید برم. من گزینه دومی رو انتخاب کرده بودم. باشه، خستگی منو مجبور به این کارو کرده بود. وقتی رسیدم ترکیه با سختی‌های زیادی مواجه شدم. سنتاشون بیشتر از چیزی که فکر می‌کردم به ایران شبیه بود و منی که توی یه محله رو به پایین خونه گرفته بودم باید همیشه نگاه سنگین خانمای مسن توی محله رو تحمل می‌کردم. سرمو مینداختم پایین و میرفتم و میومدم. همونجوری که از قبلم میدونستم دیگه به هیچ مردی اجازه ندارم وارد زندگیم بشه. خودم تک نفره داشتم زندگیمو میچرخوندم. شاید با کمبود، شاید با سختی و بدهی، اما هر چی که بود داشتم از پسش برمیومدم. توی سالن زیبایی کار می‌کردم، دستیار بودم. حقوقم پایین بود، اما تا زمانی که یه شغل بهتر پیدا می‌کردم، همینم برام کافی بود و راضی کننده بود. کاش اینوار این آرامش کوچیکی که دارم به هم نخوره. دیگه درگیر چیزی نشم و بتونم همینجوری با خیال راحت و فکر آسوده زندگیمو بگذرونم.